السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حسن بصری رحمت الله علیه میفرماید در دنیا دوستای خوب زیاد پیدا بکنید، به خاطر که اینا فایده میرسانند براتان در روز قیامت. یک کسی پرسان کرد در روز قیامت چی فایده میرسانند دوستای خوب؟ گفتند که وقتی که جنتی‌ها در جنت میباشند و اینا همراه یکی دیگه خود قسم میکنند که یک دوست داشتیم در دنیا و حال در بین ما نیست، در کجاست او؟ پرسان میکنه یک کس برای اینا گفته میشه که در دوزخ است. اینا دعا میکنن میگن یا الله ما یک دوست داشتیم در دنیا، بسیار محبت میکردیم امرایش و او در اینجا امرای ما نیست، این من لذت جنت برای ما تکمیل نمیشه بدون از او. خداوند برش امر میکنه که برین همون دوستش از دوزخ گرفته بیارین در جنت میشه از اینا. وقتی که میره دوست از اینا را میخواد دوزخ بیاره، دوزخی ها تعجب میکنن که این به سبب روزه از اینجا نجات پیدا کرد یا تهجد یاد میخوان یا کدام شهیدی را شفاعت کرد، پدر شهید بود، برادر شهید بود یا ملائکه یا انبیاء این را شفاعت کردن. میگن نه، اینا در دنیا دوستای خوب داشت و او دوستایش این را شفاعت کردن آوردن در جنت. و در این وقت دوزخی ها باز حسرت میخورن که کاش که ما در دنیا دوستای خوب اختیار میکردیم. یا الله اگر ما را تو پس در دنیا روان بکنی ما دوستای خوب میگیریم که ما را شفاعت میکنم در جنت ببرم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.